با عرض سلام به کل شما دوستان عزیز، این روزنامه یورو 2020 است که در خصوص بازی‌های جنبستی گروه بی و سی گفته با یک بارگی مسئله مشکل داغ روزی فوتبال روسی و باخت اوکراینی‌ها را در حلایدگی فراگیر می شود. اما سرآغاز سخن سری رقابت‌های برگزار شده باید که به طور کوتاه از امکانیت‌های دسته‌های عضو گروه دی حرف زد. در گروه دی منتخب چخیا به مرحله پلی آف برآمده بود و اگر از انگلیس دچار باخت نشود مقام یکم را در گروه اشغال می‌کند. در صورت باخت و پیروزی شتلندیا بر خرواتیا دوم در گروه می‌شود. چخ‌ها در صورت سوم می‌شوند که از انگلیس‌ها دچار شکست خورند و خروات‌ها با حساب بزرگ پیروزی به دست آورند. منتخب انگلیا هم راحت مرحله حذفی را برایش تامین نمود و پیروزی بر چخ‌ها این تیم را به صدر گروه می‌برد. انگلیس‌ها باشند در صورت مقامداری سوم می‌شوند که اگر خود از چخ‌ها مغلوب شوند و شتلندی‌ها با حساب بزرگ خروات‌ها را شکست دهند. خرواتیا را باشد برای برآمدن به مرحله پلی آف از زینه سوم تنها پیروزی ضرور است. محض با همین نشان داد خروات‌ها از برای مقام دوم پیش می‌گذرند. شتلندی‌ها را هم برای تضمین راحتی مرحله پلی آف تنها پیروزی ضرور است و با وجود پیروزی با حساب بزرگ آنها می‌توانند انگلیس‌ها را از موقع دوم فرارند. بازی بین منتخب‌های استرالیا و اوکراین در دور سوم گروه سی برای هر دوی دسته‌ها از لحاظ برآمدن از گروه نهایت مهم به حساب رفته. هر دوی دسته‌ها را بهره برآمدن از گروه تنها پیروزی شرط و ضرور بود. هرچند که همگان بازی مذکور را دلگیر کننده پیشگویی می‌نمودند، ولی رقابت شروع از نیمه اول نهایت پرسرعت و جالب صورت گرفته. استرالیایی‌ها در 45 دقیقه اول برتری خاصه نسبت تیم شفچنکو داشتند. گل یگانه استرالیایی‌ها را در راه برآمدن از گروه نیز در دقیقه 21 دیدار از پرتافت دیوید آلابا در اجرای باومگارتنر به ثمر رسانیده شد. نوابسته از آن که منتخب اوکراین در نیمه دوم بازی فشارها را نزد دروازه حریف بیشتر نمود، ولیکن منتخب استرالیا با دفاعکاری‌های عاقلانه نتیجه پیروزی‌آور را حفظ کرده توانست و با اشغال زینه دوم از گروه برآمد. بهترین بازیگر این دیدار باشد فلوریان گریلیچ اعتراف گردیده منتخب استرالیا در مرحله یکش نهایی یورو 2020 ایتالیایی‌ها انتظارند. دسته صدرنشینی گروه سی و یا خود منتخب نیدرلند باشد بهره دسترسی به سومین پیروزی خویش در ورزشگاه یوهان کرویف آرنا شهر آمستردام منتخب مقدونیای شمالی را قبول نمود. سرآغاز بازی مذکور هر دوی جانب‌ها به خاطر استقبال از 122مین بازی گراند پاندوی 37 ساله با پیراهن ملی در میدان به پا خستند و پس آن رقابت را شروع کردند. در بازی مذکور چطور عیان بود بازیگران کشور لاله‌ها از برتری خاصه خویش نشان داده الکی در دقیقه 24 رقابت منفیس دپای الکی بازیگر بارسلونا اعلان شده حساب بازی را کشاد و مژده از نهمین خال میزبانان را به همگان رساند. دو گل دیگری منتخب کشور نیدرلند را باشد جورجینیو وینالدومی در فرصت‌های آخر پیشنهاد بارسلونا را رد نموده در دقیقه 51 و 58 بازی وارد دروازه دیمیتریفسکی نموده پیروزی منتخبش را با نتیجه 3-0 تامین نمود. در بازی بین منتخب‌های بلژیم و فنلاندیا باشد چطور معلوم بود بلژیوی‌ها چون دسته فاوریت با تلاش دسترسی به سومین پیروزی خویش به میدان آمده فشارآوری بر فنها می‌نمودند. اما نماینده نیم جزیره اسکاندیناویا هم در برابر یکی از مقتدرترین دسته فوتبالی جهانی با شرفانه 70 دقیقه ایستادگی نموده دروازه‌بان منتخب فنلاندیا گرادسکی واقعا هم بازی جذاب نشان میداد. اما در دقیقه 74 رقابت اخیراً یکی از هجوم‌های سرشمار بلژیوی در راه کشادن حساب بازی با خودگل گرادسکی انجام یافته خط دفاعی فینو هم با همین پرچم سفید بالا نمود. در دقیقه 81 بازی باشد راملو لوکاکو گل دوم منتخب بلژیم را به ثمر رسانیده عین حال با 3 گل در ردیف نشانزن‌های بهترین یورو نامش را در آمارهای دلپسند نوشته کرد. بهترین بازیگر این دیدار باشد نفری سرافر از من سیتی کوین دبروینه پذیرفته شد. در آخرین بازی دیروز برگزار شده که همچنین رقابت معین کننده برای برآمدن به دور بعدی در گروه بی محسوب می‌یافت منتخب‌های دانیا و روسیه در ورزشگاه پارک شهر کپنهاگن به هم برخوردند.
دنیاگی‌ها در این رقابت با امید پیروزی از فرصت‌های نخست به پیش رفتند، ولی با وجود این حالت نخستی گلزنی را الکساندر گالاوین در دقیقه 29 در اختیار داشت که کاسپر شمیخل عالی بازی نمود. دقیقه 38 بازی باشد ضربه دمسگور بیرون از جریمه‌گاه چنان طور واردی دروازه روسیه شد که دروازه‌بان کراسنودار ماتوی سافونوف حتی به میجزنی هم فرصت نیافت. برتری دنیاگی‌ها با همین در زمینشان ادامه یافته. در دقیقه 59 بازی یوسف پاولسن از اشتباه نهایت خاطر کننده بازیگر اسپارتاک مسکو رومان زابنین استفاده نموده چطوری وعده داده بود روس‌های در همه جا دهشت افکن را به تسلیم کنی مجبور نمود. گل یگانه دیزوبه فقط زور در چمپیونات روسیه بازنید از پنالتی که آن را هم بازیگر اسپارتاک الکساندر سابولف کار کرده بود هیچ امیدی به برقرار شوی نبخشید و دنیاگی‌ها نوبسته از بازی مهارت عالی سافونوف سومین گل خویش را در اجرای اندریاس کریستنسن پس ثمر رسانیدند. گل چهارم دنیاگی‌ها را باشد بازیگر اتلانتا یواکیم میله در نتیجه یک عکس‌العمل انجام داده وارد توری دروازه سافونوف نموده پیروزی منتخب نیکبین و شگفت‌آور کشورش را با نتیجه بزرگی 4-1 تامین نمود. نماینده چلسی اندریاس کریستنسن بهترین بازیگر این دیدار دانسته شده. دنیاگی‌ها پس از دو باخت در دو بازی نخست با یک پیروزی دندان شکن از موقع دوم از گروه برآمدند. منتخب روسیه باشد با همین بدون یگان امکانیت در کپنهاگن با یورو خیر خوش نموده بار سومین پای هم سبقت‌های قهرمانی یورو فوتبال را پس از انجام مرحله گروهی جنبست کرد. پس از معین گردیدن غالبان گروه B و C امروز در زمین‌های یورو بازی‌های اخیر دور گروهی D برگزار می‌گردند. با اطمینان کامل هنگامه‌ها را میتوان از این انتظار شد. این بود روزنامه یورو 2020. ما را پیگیر باشید.